سلام. همین که اینجایی یعنی فرق داری. یعنی یکی از اون مردهایی هستی که میدونن برای رسیدن به خواسته هاشون باید روی قدرت درونی خودشون کار کنن. جز خودشون و قدرت خودشون و انرژی که خدا درونشون گذاشته هیچ کس قرار نیست بهشون کمک کنه. تو الان وسط دنیایی هستی که مردای معمولی فقط حرف میزنن، ولی تو داری عمل میکنی. این لحظه توه. لحظه‌ای که کنترل کامل روی انرژی مردونت، روی تستوسترونت به دست میگیری و میذاری تو رو ببره به سمت هدفات. چشماتو ببند، بشین یا دراز بکش. اونقدر آدم قوی هستی که میدونم کاملا تسلط کامل روی مغزت و جسمت داری. اینجا قرار نیست تلاش کنی، اینجا قراره برنده بشی. لحظه خودتو ببین، همینطور که هستی، با شانه های محکم، نگاه مستقیم، قدمی که زمین رو زیر سلطه میآوره. تو یک مردی هستی که خونش با قدرت و غریزه رهبری جریان داره. اما سوال اصلی من اینجاست، تا امروز قدری این قدرت خام رو آزاد کردی؟ چند بار گذاشتی انرژی تستوسترونت این سوخت ناب مردانگی بی هدف بسوزه، به جای اینکه تو رو به سمت موفقیت برسونه؟ این مدیتیشن قرار نیست آرومت کنه. این یک آیین مردان اصیل ایرانیه. آیین مردانی که میخواهن تسلط کامل بر ذهن خودشون، کنترل بدنشون، فرماندهی بر انرژی خالص مردانگی رو به دست بگیرن. من مطمئنم تا اینجا متوجه تغییر خودت نسبت به بقیه آدما شدی. همیشه حرفایی که تو میزنی، حسایی که تو تجربه میکنی زمان میبره تا آدمای عادی متوجهش بشن. تو خیلی دقیق میتونی اهداف تمام آدما رو بفهمی. دروغ میگن، راست میگن، هر چیزی رو با انرژی حس شیشمت متوجه میشی. اینجا قراره یاد بگیری ذهنت رو مثل آسمون صاف کنی، از هر ابر شک و آشوب و خالی کنی. تستوسترونت رو همچون یک نیروی جنگی دقیقاً به سمت اهدافی که انتخاب کردی هدایت کنی. از درونت ستونی بسازی که هیچ مانعی، هیچ انسانی، هیچ شرایطی جرأت شکستن اونو نداره. و انجام مدیتیشن در جایگاه مردی قرار میگیری که نه تنها جسمش قدرتمنده، بلکه هر چیزی که توی ذهنش رو تبدیل به واقعیت میکنه. وقتی این حرفا رو بهت میزنم دقیقاً متوجهی که منظورم با خودته، چون خودت هم دقیقاً میدونی که به هر چیزی که فکر کنی دقیقاً همون اتفاق توی زندگیت میافته. امروز قرار انرژی تستوسترونت رو قوی کنی تا بتونی دقیقاً به همه اهدافت بدون کمک گرفتن از دیگران برسی. خودت هم میدونی انرژی درونی خودت تو رو به تموم اهدافی که میخوای میرسونه. تو فرمانده کشتی زندگیت خواهی بود. هر خواسته‌ای، هر هدفی با صدای فرمان تو حرکت خواهد کرد. این فرصت برای همه نیست، برای کسانیه که میخواهن بهترین نسخه مرد بودنشون رو زندگی کنن و از همه مردها متفاوت باشن. اگه اهل این جرأت و افتخار هستی، وقتش همین الانه. الان ازت میخوام چشماتو آروم ببندی، نفس عمیق بکش، اونقدر که شانه‌هایت بالا بیایند. هنگام بازدم هر ذره تنش و افکار پراکنده رو رها کن.
حس کن پاهایت محکم به زمین وصل شدن، مثل ستونهای سنگی که هیچ طوفانی نمیتونن تکونشون بدن. با هر دم هوای تازه و نیروی زندگی رو به درون خودت میکشونی. با هر بازدم همه آشوب‌ها، همه باری که روی ذهن و بدنت بوده رو بیرون میدی. اینجا تنها صدایی که قراره بشنوی ضربان قلبته، همون ضربانی که قدرت مردانگی رو در رگ‌هات یادآوری میکنه. دم بعدی رو میگیری و تمام انرژی‌های مثبت زمین رو وارد درون خودت میکنی و با بازدم تمام فرکانس ها انرژی‌های منفی که آدم ها وارد بدنت کردن و به خود زمین برمیگردونی. حالا ازت میخوام توجه تو ببری به مرکز وجودت. تصور کن درونت یک گوی نور طلاییه، گرم، براق و قدرتمند. این انرژی تستوسترون توست. هر دم این نور طلایی پررنگ‌تر میشه، بزرگتر میشه و قدرتش تمام بدن تو رو پر میکنه. حس کن بازوهات سنگین‌تر از قدرتت شده، کمرت صافتر و سرت بالاتر رفته. این نور طلایی رو تجسم کن، از ستون فقراتت بالا میره، از سینه‌ت عبور میکنه و وارد ذهنت میشه. این نور طلایی تمام سلول‌های مغزی تو رو روشن‌تر میکنه. هر نور یک فرمانه. با این دم تمرکز رو وارد بدن خودت میکنی و با بازدم تمام افرادی که تمرکز تو رو برهم میزنن و بیرون میریزی. با دم بعدی قدرت، تسلط و هدایت رو با همون نور طلایی وارد مغزت میکنی و با بازدم تمام چیزهایی که مانع رسیدن به اهداف تو میشن و بیرون میریزی. اکنون انرژی تو فقط یک جهت میشناسد، جهتی که خودت انتخاب کردی. تصور کن در مقابلت تصویری واضح از خواستن ظاهر شده، نه به عنوان یک رویا، بلکه به عنوان واقعیتی که همین حالا در حال ساخته شدنه. این اولین باریه که تو از انرژی تستوسترونت در حال استفاده کردن هستی. نور طلایی از درونت به سمت اون تصویر جریان پیدا میکنه. هر ثانیه شکلش واقعی تر و ملموس تر میشه. تو فرمانده این جریان هستی. هیچ چیز خارج از کنترل تو حرکت نمیکنه. ازت میخوام خواسته‌ای که داری رو تصور کنی. بعد از تصور کردنش اون حسی که پس از رسیدن به این آرزو داشتی رو تصور کنی. حس شادیه، حس آرامشه، هر حسی که هستش رو تصور کن و شکرگزار باش. سپاسگزار از خداوند و انرژی درونی خودت که تو رو به اون خواسته رسونده. الان ازت میخوام نفس‌های عمیق بکشی. با هر دم و بازدم این حس قدرت و کنترل درونت رو مهر و موم کن. وقتی آماده شدی چشماتو باز کن. آگاه باش به این که تستوسترون و قدرت ذاتی تو از این لحظه در میدان خدمت به اهداف و خواسته های تو ایستاده و تو قراره به تمام خواسته های درونی خودت برسی. بازم به تبریک میگم که تونستی بین این همه آدم یاد بگیری چجوری قدرت درونی خودت و انرژی
انرژی تستوسترون خودت رو به بهترین نحو تبدیل به رسیدن به خواستت